91 تا خونه کلا آسیب دیدن که تقریبا 40 تا منازلشون تخریب شده، 50 و یکی دیگه کلا اساس منزلشون از دست دادن و شانسی که مردم آوردن سریع دو قسمت بالا و پایین دیگه ما فقط تونستیم مردم قسمت بالا دست ببریم. به کل زندگی که مردم داشتن کار سیادیشون، زمینای کشاورزیشون، اساس منزل، ماشین، هر چیزی این پایین دست مونده کلا دیگه بیرون شد. ایمانشون سر جاشه الحمدلله قوی‌تر شده نه؟ الحمدلله. این آزمایش الهی بود. الحمدلله. اون سرمایه اصلی. بله. اینو درست میشه ان شاءالله. خدا سلامت باشه. چیزی که تو این سیل بالاخره ثمره این سیل پررنگ بودن ایمان و قناعت مردم و صبور بودن و شاکر بودن و راضی بودن به رضای خدا. صبورم. این خیلی مهم بود. تلفات جانی هم نداشته. یک درسی برای کل ایران بود، برای کل مسئولین بود. یعنی به اذعان همه الان یکی از برادران تشیع تعریف میکرد که تو این منطقه بوده. بله. میگفت ما رفتیم یه جایی کمک بکنیم تو همین سیل. اسباب بازی هم همراهم بود برای بچه‌ها. یکی دیدم که دور ایستاده دستش پشت کمرشه، فکر کردم نگرفته اون یه تفنگ بادی اسباب بازی پلاستیکی. دست کردم بهش بدم، گفت نه من دارم، به من دادی، من دومی نمیخوام. بچه‌ها تعارف کرد نمیگرفتن، یعنی جلو نمیامد. یا اگه یکی گرفتن میگم ما گرفتیم. مثلا یه دونه گرفتن دیگه واقعا این طبع سیر، این طبع سیر خیلی مردم، یعنی هم سهم خودش که گرفته کافیشه. این خیلی مهمه. بله. این بچه کوچکه میگه نه من گرفتم. هر کسی با بلوچا رفت آمد که از اونا شناخت دیگه دل ازشون نمیکنه. دیگه آدم گریهش و این همه بندگان خدا که دیدیم خونه هاشون رفته بود ولی میگفت خدا که هست همه چی هست. این خیلی مهمه. همه چی هست. بعضی موقع این حوادث امتحانات خداوند یک سری کشفیاتی هم داره. انسان ها کشف میشن، صبر مردم کشف میشه، قناعتشون، رضایتشون از خداوند، همدردیشون، محبتشون، خیلی چیزا تو درس‌ها داخل این سیل بوده. هم شاکر خدان با وجودی که زندگیشون رفته سفید بوده. الهی شاکرم، الهی من شاکرم به خودی خدا که ما سالم. بس ولی میگن ما اون روزهای اولی که ما رفتیم گفت قبل اینکه خونه های ما درست بشه شیخ مسجد جامعه ما رو درست بکنه. ما تو این شهرک جدیدمون از شما از همه مسئولین چیزی بیانیم و یه مسجد جامعه همونجا کلنگش بزنیم. هم خونه درست کنیم هم خونه نمیخوام، اول مسجد جامعه ما از شما میخوایم، دیگه کسی نه. اول مسجد جامعه ما رو درست کنیم. یعنی اینا متصلن به بالا و این خیلی مهمه. من به شما تبریک میگم. سیل میاد، زلزله میاد، این آفت و بلایا میاد، زندگی دیگه فراز و نشیب داره، ولی این ایمانه که همیشه تو سختی ها تو خوشی ها خودشو نشون میده. من به شما تبریک میگم، به بچه‌هاتون خواهرها باشون صحبت کردم، الحمدلله این با کمک هم دیگه بله همه چیز میاد سر ان شاء الله